خوشحال است. صد است. خوشحال است. علی برای پوشیدن هیچ چیزی نداره؟ نه میر دارم که دی جانم است. امی که در جانت هست امید داره؟ یکی دیگه هم داره. خلاص دیگه. یک جوره دیگه داره؟ آه. هغه ولسوالۍ چې څه موده مخکې موسمي بارانونو او سیلابونو تقریبا اکثره کورونه د منځه څخه ویوړله. نه خلکو ته د اوسېدلو دپاره کور پاته سو، نه د خوب دپاره بستره، نه د اخیستلو دپاره کالي، نه د خوراک دپاره غذا پاته سول. که سپین ږیري وو، که ځوان وو، که سپین سرې وه، که ماشوم وو، فقط په هغه یوه جوړه کالي ورته پاته سوله. په هغه وخت کې هم ډېرو افغانانو د خپل وس مطابق مرستې وکړلې، کور یې ودان. دا چې دوی څومره دردونکي، ځورونکي او کړونکي ژوند لري او په څه حالت کې دوی دا دي په دغه واورم تاسې دا د دوستانو دا واورې ویني، شاوخوا غرونه دا د خیمو و څنګ ته دا د واورې ویني. په دغسې ځایو کې اوس هم چې زه فکر کوم چې د شپې به تر منفي 14 منفي 15 دغه منطقې کمه نه وي د یخنۍ څخه. سلام علیکم کاکا جان. خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ بخیر هستین؟ چطور است خنک؟ چطور است زمستان؟ چطور است؟ شنوات خیمه است. سرپناه نداریم، چیز نداریم. ما شب داریم خنک فقط پیدا کنیم. معیوب داریم، بیخانه داریم، یتیم داریم، به سرپرست داریم. خود من انشاءات تا بچه دارم، بچه‌هاش معیوب است. سرپناه نداریم. شما رو خدا کامیاب کنه که ما دی خنک ما شاولا تنیما شما بعد ما شو تمیشیم. سرپناه نداریم. شما رو خدا کامیاب کنه. نه چوب داریم، نه آر داریم، نه دیسی کمک داریم، نه دوا داریم. یعنی باشه که معیوب است انسان است. ما واسه که دکتر ببریم. شما رو خدا کامیاب کنه. به خدا شهید نه کلمات من خانه هیچ چیزی ندارم. الله یعنی من خدا شهید اشتاق من خدا زنگ رو استاد کل خیلی پرسان شهودار کامش تمام به خدا زور ما حضرت بزرگ سوال با توست دیگه هیچ چیزی ندارم. شما کم داریم خدا نداری شما رو کنه ما بسیار در بدست این خیمه میبینی یتیم است بیمه این دیگه بکاس است خود مایی بس شما بس خود میز مایی بس دیست سپاس ماجر بده من اومده میگه هیچ چیزی ندارم. ولی شما رو خدا کامیاب کنه خیلی سوال آجل برایتان کمک چی بکنیم؟ زیاد ماجری زیاد زمان پیش جنگا که زمان روسیا خدا الان به خود ما خدت سمنه که اینی ما که تقریبا سال با کمک کنید میگید دوا بخرم هم خوب است این ساعت به طور خوشحال است این ساعت است خوشحال است شو ندارم اما خدا نسای کن خدمتش هیچ چیز ندارم کمایی کرد ندارم خدا شد هیچ چیز ندارم اینی گوگاس محمد گوگاس انا خودم ولی کلش خورده کردی بس پیش میاد. نمونه واسه خدا شد که واسه من مال واسه ازار بنیست. بیشتر تا برای ارسکام میگم بخیر. برای ما لیست امید 4-5 خانه است کلی لیست برای ما داده. ما ان شاء الله کوشش میکنیم همون چیزی زمستانی که بود هم میتونم از ما کلی پامیلا. تو خدا که رسول تا دنیا آباد است. میگه دعای از غریب میگه دعاش به زمین پیساش. تا دنیا آباد بیت الله جای سر دنیا میگه. خدا اولادتون آباد کامیاب تا دنیا آباد هم تا آباد باشه. فرمان تا آباد. برادر ما از خاک برادر تشکر از ما خفه نشید. یا قربان شیم. همیشه ما دعا گفتم تا نمردین دعا گفتم قیامت دعا گفتم. که تا مرد خدمت کی چه بس خفه نیستم تو سکر کن. این سرپناه می تو تباش کرد دارم. دیگه بالا خدا چیز گفتم. میفهمم. من غمتان میخورم. در یک دو روز ان شاء الله غمتان میخورم. بفرمایید تشکر. خدا شما برادر. حساب شما تشکر. مندان باشید. بچه‌م خوب هستی؟ خنک نمیخوری؟ خنک کنم ما خریم. کلیگی سیلش بوده، چیز بوده، کمپل ندارن، بود نداریم، چیزی ها نداریم، کالا نداریم، کلیگی هم دست ندارن، دیگه هر چیز نداریم، بخاری و چیزا، چوب و چیزا، هیچ ما نداریم، کل چیزای ما سیل بود. علی برای پوشیدن هیچ چیزی نداره؟ نه میر دارم که دی جانم است. امی که در جانت هست امید داره؟ یکی دیگه هم داریم، خلاص دیگه. یک جوره دیگه داری؟ دیگه هیچ چیزی هم نداریم، کلیگی نداره. کلگی دخترها نداره؟ بوتار هم نداره؟ بوتار نداریم، هیچ چیز نداریم، یکی میدارم خلاص. یه خوب کنه است، کلگی شیر شده بچه. علی کمک چی بکنم کاتت؟ کمک هم چیزی ها بیاد که ما بپوشیم هم چیزا کالا این بود این چیزی ها. دیگه بخاری این چیزی ها. چوب و لباس زمستانی و این چیزا رو کمک این چیزا رو بکنم؟ کلی سیس بچه. خب با امان خدا.